سلام دوباره خدمت تمامی کاربران و دنبال کنندگان گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد در فضای مجازی. امروز با آموزش حل مشکل اول شدن پیش‌فرض از برنامه‌های اگزل در ویندوز 7 در خدمت شما هستیم. این یه تنها در فرآیند اختصاصی بدون هیچ منبع فارسی. من برای نمونه نمایش میدم. اگه این اگزل رو راست کلیک کنیم، اوپن بیلد کنیم و با هر برنامه‌ای که میخوایم بزنیم اوکیشو بزنیم. متاسفانه این تنها مشکل 7 که هیچ نوع ساپورتی از طرف خود ویندوز نشده. اینجا اوکی بزنیم دیگه تموم شده. هر فایل اگزی که داریم خیلی قابل استفاده کامپیوتر میشه، حتی نمیتونیم با کامپیوتر رو باز کنیم. مثلا من این کار نمیکنم، کنسل میزنم. اگه شما یه بار این کارو کردید من این آموزش رو میدم تا حل کنیم. حل مشکل اولش پیش‌فرض برنامه اگزل با چنج پروگرام و حتی سلکت اسوسییشن هم نمیشه حل کرد. چند پیش با خرش افرادی با یکم اشتباه در ویندوز 7 دیگر برنامه اجرا شدن که با پسند ایزه هست خالصان نبوده و عملا مجبور نصب دوباره ویندوز میشوند. تیم ما برنامه کاری کنه که دیگر نیاز به نصب ویندوز نباشه با تمام بسیار سریع در 2 ثانیه مشکل کاربر حل شود. ما آموزش را به صورت اونلاین با کاربران آموزش میدیم. به صورت اونلاین فایل دانلود فرمایید و مورد ذکر شده می‌بینیم. فایل دانلودش میکنم من اوکی میکنم دانلود شد. اوپن میزنم. الان طبق اونجا من کار میکنم از حالت فشار در میارم و یه فایل اگزو اوتودچ اون دابل کلیک میکنیم پیام میاد که آیا میخواییم نویزه ثبتش یس میزنه اوکی میکنیم. بعدا دیستال میکنم کامپیوتر میدونه و ایداد شما لف شده دیگه هیچ ایراد واسه وارد جایی نداره. کافیست نگاه کنیم میتونیم ببینیم که هر چیزی نشده و به بالای ایزد میتونه استفاده کنیم. با تشکر. این مطلب دوستان آپارات ما و کلوب دوستان دانشگاه آزاد ایران ببینید. اینم از نیم نگاهی از آپاراتمون. همین انتقال و پیشنهاد شما ما می‌پذیریم و خوشحال میشیم انتقال پیشنهاد داشته باشیم. با تشکر. امینی خدا.